معنی واژه آفتابه را در کتاب فرهنگ امید چنین می‌خوانیم: آفتابه ظرف آب فلزی لوله‌دار بازسته که با آن آب روی دست می‌ریزند و دست رو را می‌شویند. آفتابه، آبریز و آبدستان هم گفته‌اند. شکل ظاهریش که با نام آفتاب ارتباط دارد در معنی اصلی آن ابهام را به وجود می‌آورد، اما اگر آن را بر بنیاد مفاهیم زبان پشتو به تجزیه بگیریم، با آسانی مفهوم وظیفوی عامش را در خواهیم یافت. این کلمه طبق آوا و کلمات پشتو چنین تجزیه خواهد شد: آفتابه، آبتابه، آوتویه، آبتویه، آبریز، آبریزاننده. آله‌ای که در آن آب نگه می‌دارند برای ریختن بر دست و پا و روی. مشتق از اوبه یعنی آب، جمع تویه از مصدر تویدن، تویدل به معنی ریختن، پاشیدن به زیر. این نام نیز بعدها از اصل تلفظ پشتو اوبتویه به دری عامیانه آوتویه مبدل گشته و بالاخره با معرب شدن آفتابه شد.